شاید فکر کنه کمبود ویتامین فقط مال رژیم‌های غذایی بد یا گیاهخواریه، ولی وقتی پای الکل وسط باشه قضیه کاملا فرق میکنه. تو این ویدیو میخوام بهت بگم چرا مصرف الکل باعث کمبود شدید چند تا ویتامین حیاتی توی بدنت میشه و چرا این موضوع برای مغزت از هر چیزی خطرناک‌تره. اول باید بدونی الکل چه بلایی سر بدنت میاره. این ماده سمی از یه طرف نمیذاره رودت مواد مغذی رو درست جذب کنه، از یه طرف قدرت کبد رو برای ذخیره‌های ویتامین ها از بین میبره و از یه طرف دیگه باعث میشه کلیه ها ویتامین های مفید رو سریعتر دفع کنن. یعنی حتی اگر غذای خوب و مقوی هم بخوری، بدنت نمیتونه اون مواد رو نگه داره و استفادهش کنه. خطرناکترین کمبود مربوط به ویتامین B1 یا همون تیامینه. این ویتامین حکم سوخت اصلی سلول‌های عصبی رو داره و الکل مستقیم جلوی جذب و ذخیره‌اش رو میگیره. کمبود شدید تیامین میتونه یه آسیب مغزی جدی به اسم سندروم ورنیکه ایجاد کنه که خودش رو با گیجی، از دست دادن حافظه و حتی ناتوانی در حرکت نشون میده. و متاسفانه خیلی وقتا این آسیب دیگه کامل بر نمیگرده. بعدی ویتامین B9 یا همون فولاد. الکل هم جذبش رو توی روده کم میکنه، هم دفعش رو از بدن بالا میبره. کمبود فولاد فقط یک کمخونی ختم نمیشه، بلکه تولید سلول‌های جدید مغزی رو هم مختل میکنه و باعث میشه مغزت زودتر پیر بشه و فرسوده بشه. ویتامین B6 هم از آسیب الکل در امان نیست. این ویتامین برای ساختن مواد شیمیایی مغز که مسئول حال خوب، انگیزه و آرامش هستند بسیار ضروریه. وقتی سطحش بیاد پایین، تعادل شیمیایی مغزت به هم میریزه و مشکلات خلقی، اضطراب و بیخوابی شدیدتر میشه. حتی ویتامین A هم در امان نیست. کبد انبار اصلی این ویتامینه. وقتی الکل کبد رو زخمی و ضعیف میکنه، هم بیناییت ضعیف میشه، هم سیستم دفاعی بدنت که وظیفه مراقبت از مغز رو داره تضعیف میشه. حالا شاید بگی فلانی 40 سال الکل خورده و 80 سال عمر کرده و هیچ چیش هم نشد. پس چرا ما نگران باشیم؟ جوابش خیلی ساده است. این یه مورد استثناست، نه یه قانون کلی. علم و آمار پزشکی بر اساس میانگین هزاران نفر حرف میزنه، نه یه نفر خاص. بدن بعضی‌ها ژنتیکی جوری ساخته شده که کبدشون ماده سمی الکل رو بهتر تجزیه میکنه، یا بدنشون بهتر با آسیب‌های ناشی از الکل مقابله میکنه. اما برای اکثریت مردم الکل مثل یه بمب ساعتی عمل میکنه. شاید همین امروز منفجر نشه، ولی مطمئن باش بی صدا داره فیوزش رو آب میکنه. اینکه یه نفر تصادف نکرده دلیل نمیشه بگیم بستن کمربند ایمنی بیفایده است. یه نکته خیلی مهم: اگه کسی سابقه مصرف طولانی مدت الکل داره و حالا میخواد ترک کنه یا مصرفش را کم کنه، هرگز و هرگز نباید خودسرانه مکمل ویتامین بخوره. شروع ناگهانی تغذیه سنگین بدون اینکه ویتامین ها تحت نظر پزشک تامین بشه میتونه یه شوک شدید به سیستم عصبی وارد کنه و اوضاع رو بدتر از قبل کنه. مغزت برای زنده موندن، نه فقط برای عملکرد بهتر، به این ویتامین ها نیاز داره. اگر این ویدیو برات مفید بود و میخوای بیشتر درباره جبران این کمبودها و محافظت از مغزت بدونی، حتما کانال رو دنبال کن و زنگوله رو بزن. تو کامنت ها بنویس سلامت مغز اولویتته، مراقب خودت و سلول های عصبیت باش. من ماهی هستم و اینجا مایک هسته، جایی که علم رو به زبان ساده یاد میگیری.